فکر که خراب شد میتونه که خود یک چیز دیگر خراب کنه. احساس، حالت درونی ما را. مثلا خلق یک کس خراب است، خلقش تنگ است، دلتنگی داره، زندگی خوش نمیاد، مزیش نمیته، چیزی لذت نمیبره، که مثلا افسردگی مثال داره. یا میتونه رفتار خراب کنه، کردار شخص مناسب نیست، برخورد تند میکنه یا برخورد میکنه که به مو جای مناسب حال نیست. بنان 30 چیز زیادتر اختلالات روانی خراب میکنه: افکار، احساسات و رفتار. به نام خداوند. سلام. برنامه انگیزه بازم آغاز شد. شما حقیقه میبینید در کنارش چینل دکتر صاحب جمشید رساره. من فرهاد رامکی هستم. موضوعی را که امروز انتخاب کردیم در مورد اختلالات روانی است. ای که بیشتر در مورد اختلالات روانی شما هموطنای خوب ما بفهمین و بدانین. جناب دکتر صاحب جمشید رساره زحمت دادیم بازم و اینجا دفتر فقیرانه و غریبانه خود ماست. این هفته را گفتیم بیاد آدمی دفتر ما ضبط میکنیم. استاد سلام. تشکر، شما زنده باشین. به نام خالق توانا آرزو دارم که هموطنای ما هم خوب و خوش باشند. سپاسگزارشان هستم که برنامه را میبینن. استاد نام خدا جوان شدین. بزرگواری میکنین شما. نه یک تغییرات داده شما میبینیم مجموع چیه. اولاد غریب که روی خدا میشه. نه نام خدا جوان شدین استاد. قربان جدا. بیاین در مورد اختلالات روانی صحبت کنیم. اول یک تعریف از اختلالات روانی داشته باشیم. اختلال ترجمه اصطلاح دساردر است. اگر تو ترجمه کنیم به نظر من شاید گدودی مانابته. اختلالات روانی در مجموع یک سلسله علائم و نشانه ها می داشته باشه. مثلا کسی که اختلال روانی داره تفکر میتونه پیش خراب شد، فکر. مثلا 2 تا نمونه بر شما بدم. یکی فرض مثال در افسردگی است، فکرهای منفی پیدا میکنه، هر چیز جنبای منفی و تاریکش میبینه، مثبت نمیبینه. یا بدترین حالتش در جنون است که فکر بیخی مطلق خراب میشه، هیچ فکر منطقی کرده نمیتونه. بنان یکی از جایی که میتونه آسیب برسه فکر است. فکر که خراب شد میتونه که خود یک چیز دیگر خراب کنه. احساس، حالت درونی ما را. مثلا خلق یک کس خراب است، خلقش تنگ است، دلتنگی داره، زندگی خوش نمیاد، مزیش نمیته، چیزی لذت نمیبره، که مثلا افسردگی مثال داره. یا میتونه رفتار خراب کنه، کردار شخص مناسب نیست، برخورد تند میکنه یا برخورد میکنه که به مو جای مناسب حال نیست. بنان 30 چیز زیادتر اختلالات روانی خراب میکنه: افکار، احساسات و رفتار، که اینا با هم مرتبط است. فکر خراب میشه، حال درونی خراب میشه. خب معلوم داره از یک آدمی که فکرش خراب، حال درونیش خراب، رفتار خوب سر نمیزنه. و اینا سبب میشه که ما در بعضی قسمت‌های زندگی مشکل پیدا کنیم. مثلا درس خود خوب پیش برده نمیتونیم. فرض مثال سابق در مکتب یا پانتون خوب بودیم، حال دیگر از خوب پیش نیست. در وظیفه خود خوب رسیدگی نمیتونیم، خراب میشه از پیش ما. روابط اجتماعی ما خراب میشه، روابط خانوادگی ما خراب میشه. اینمت یک وضعیتی را که فکر ما بی‌نظم شود، خلق ما بی‌نظم شود، رفتار ما بی‌نظم شود و در زندگی روزمره ما، در روابط ما، در کار ما، در پیشرفت ما مشکل به وجود بیاید. اینی مجموعه را به نام اختلال روانی یاد. آها استاد، همی 3 مورد را که شما یاد کردین از چی به وجود میاد؟ چرا به وجود میاد؟ اگر دلایلش بر ما بگید. چقدر شما گپ خوب میگین. اصلا یک بحث است. بعضی علما به خاطر میگن امی در موضوعات روانی اختلال میگن. ما 2 تا اصطلاح داریم، یکی دیزیز داریم، مرض. مثلا فرض مثال، یک مثال بر شما بدم که ما در امراض روان معده داریم، میگیم جرد یک مریضی را میگیم گاسترو اسوفیجیال رفلکس دیزیز، مرض. اما در امراض روانی ما چی داریم؟ اختلال، دساردر. بعضی علما بحثشون نیست، میگه دیزیز یا مرض او است که علت مشخص داره. مثلا شما میفهمین مثلا زخم معده است، علتش معلوم است که اچ پایلوری هلیکوباکتریا پیلور است، یک باکتری است. اما میگه در امراض روانی به خاطر ما اختلال میگیم که این علت مشخص نیست، چندین چیز میتونه
سبب شود. برای هر مریضی علتها فرق میکنه، اما یکی از دانشمندا که متاسفانه اسمش به یاد من نیست، چندین برنامه میشه گپ میزنم میگم اسمش یادداشت کنم اما فراموش میشه، یک مدل بسیار خوب پیشنهاد کرده به نام مدل بایو سایکوسوشیال. یک مثلث بیان میکنه. یک مثلث در نظر بگیرین، یک راسش بایو سایکوسوشیال. چی معنا؟ میگه یا علتهای بیولوژیکی است، یا علتهای سایکو روانی است، یا سوشیال اجتماعی است در به وجود آمدن امر. یعنی هر مرض روانی رو شما میتونید در این مثلث تعریف کنین علتایش. سعی کنین مثلا یک شخص افسرده شده، علت افسردگیش یا تغییرات بیولوژیکی در مغز است، مثلا سیروتونین کم شده، یک مواد است در مغز ما، این رو میگه علت بیولوژیکی. یا مثلا تاس جین ها از پدر مادر بر ما رسیده. بنان یکی از علتها در به وجود آمدن هر مریضی روانی میتونه علت بیولوژیکی باشه که یا توسط ارث بر ما رسیده، یا در مغز ما بعضی افرازات کم شده، یا در کل بدن ما یک هورمون تغییر خورده. فرض مثال هورمون تایروید کم شوه، ما حالت افسردگی را تجربه میکنیم. هورمون کورتیزول زیاد چه حالت نارامی را تجربه میکنیم. خلاصه یکی علتهای جسمی است، بیولوژیکی که میگیم، یعنی در جسم ما یک مشکل وجود داره. دوم علتهای روانی است، در جسم ما جور هستیم، باور غلط داریم، هر چیز منفی جنبه منفیش میبینیم، توکل ما درست نیست، از زندگی توقع زیاد داریم، روان خود ما یعنی مشکل داره، باور ما مشکل داره. به اساس باور اشتباه ما دچار افسردگی میشیم. مثلا فکر ما است که کلگی به میل ما کار کنه، دنیا به میل ما پیش بره، خود نمیشه. کل چیز آماده باشه، خوشوی باید گپ بیجای نزنه، خب میزنه، تو توقعی تو بیجای از گپ بیجای. مردم باید با ادب برخورد کنه، خب همین توقع امروزه بیخی بیجای است که تو از مردم توقع داشته باشی که تو خوب برخورد کنه. خب وقتی شما به این فکر میرین و برعکسش به دست میارین، آسیب میخورین. و سومش عوامل اجتماعی. عوامل اجتماعی چی است؟ مثلا فقر، جنگ، ناامنی، بی‌ثباتی، نبود کار، برخورد خراب مردم، یعنی بیرون از خودتون در اجتماع یک عامل می باشه. بنان امراض روانی در اثر یک تا از اینا یا دو تایش یا هر سه از اینا دست به دست هم میته، یک مشکل روانی رو به وجود میاره که دیگه دیگه از سر بر دوستا میگه مدل، این به نام مدل بایو سایکو سوشیال یاد میکنه، یا پل د پلی هم دوستانش میتونه. بایو سایکو سوشیال یعنی مدل بیولوژیکی یا عوامل جسمی، روانی و اجتماعی. خب یه عوامل اجتماعی را گفتین استاد، بحث جنگ و فقر و بیچارگی و دربدری را. حالا کشورهایی که مثل آمریکا و استرالیا و کانادا هستند، اونا بیشتر اختلالات روانی دارند، در صورتی که در اونجا جنگ نیست، در اونجا فقر نیست، در اونجا بیکاری نیست، در اونجا بدبختی نیست. چرا خواهی استاد؟ باز سوال دقیق است. گپ ما همی بود بیشتر که این مشکلات روانی که خوب تداوی هم نمیشه بعضن، که یعنی صدها عامل دخیل است. صدها عامل دخیل است. مثلا مثال بر شما، یک کشور از کلی چیزش خوبش است، آفتاب کم داره، آسمان ابری داره، میتونه خراب کنه. یا مثلا امریکا رو شما میگین کلی چیز خوب است، اما چنان فشار کار سرت زیاد است که تو از کل گپ ماندی، از اجتماع ماندی، از روابط خانوادگی ماندی، مثل ماشین باید کار کنی. وقتی ما امریکا میگیم، امریکا میتونیست که برای کل افرادش زمینه فراهم باشه. در ما امریکا میبینی که کار در کارتن میخواه. یا خرابی رابطه است. مثال برای شما بتم، فرض مثال دو نفر با هم آشنا میشن، 6 ماه با هم بستر هستن، در خانه هستن، کلی بعدش رابطه با هم میست. یا کل چیز فراهم است. فرض مثال مواد مخدر هم آزاد است، درگیر نشمش. یعنی عوامل اجتماعی مختلف دخیل است که تو نمیشه که بگیم تنها که اینجا اگر فقر نیست خیر چرا مشکل است. بله اوجا از اثر فقر به وجود نمیه، ولی از اثر مثلا تبعیض به وجود میاد. فرض مثال شما رنگ جلدتان سیاست، شما شهروند دوم حساب میشی. مثال خلاصه اگر به دقت شو عوامل دیگه اجتماعی است که یک جامعه شناس خوب میفهمه که مثلا در جامعه امریکا کدام عوامل اجتماعی است که با وجودی که فقر نیست ولی تاثیر خود داره. بعدش مثلا یک چیزی حالی به ذهن میرسه، مثلا در دنیای امروز شما در امریکا هم شیشتین، کل چیزتون هم جور است، ولی فیسبوک آواز میکنین که جنگ است. مثلا فلسطین میبینی انسان کشته میشه، اوکراین میبینی انسان کشته میشه. خودت خوب زندگیت مرفس مگر انسان هستی؟ میتونه
عوامل اجتماعی نمی سوشال میدیا هم عوامل اجتماعی است که میتونه یک پیام منفی برات برسونه. چی باید کنیم استاد؟ تو یک راه حل هم داری پیش خودتان که ما حداقل از این اختلالات روانی دور باشیم؟ اگر نزدیک شدیم چی باید کنیم؟ اگر اجازه شما باشه من همین اختلالات روانی رو در مجموع در 22 فصل جای به جای کردن. من یک کلیات میگم، باز شما میتونین اگر خواستین که از این شر شما ما بیغم شم که هر دفعه میگین یک موضوع چی موضوع سرش گپ بزنید، موضوع پیدا کردن هم مشکل است. من یک 22 عنوان از این رو براتون میگم، اگر خواستین هر 22 عنوان 22 برنامه میتونه شود. کتابی که فعلا زیاد ما استفاده میکنیم کتاب DSM-5 TR است و همچنان کتاب کاپلان صادوق. یک کمک هر سال دستکاری ها میشه از اختلالات دوره کودکی شروع کرده. من این فصل‌ها رو یادآوری میکنم، دوستا پیش خود یک قلم کاغذ بگیرن، یک مختصر میگم، تقریبا فکر کنن که این موضوعات روانی همین چیزایی است که میگم، نیمچه دکتر میشن. اولین اختلالاتی که در این کتاب فصل اول کتاب گرفته میشه به نام اختلالات عصبی رشدی، نیرو دیولپمنتال دیساردر برش میگه، که شامل امراض دوره کودکی است. مثلا مثال بر شما بزنم، طفلکایی است که درس یاد نمیگیرن، لرنینگ دیساردر دارن، یا ریاضی رو یاد نمیگیرن، کار زیاد توضیح نمیتونم، هر روز خواستین خود از یک برنامه میتونه باشه، یا مثلا نشته رو یاد نمیگیرن، یا خواندن یاد نمیگیرن، یا تیک دارن، یک پرش دارن، یا مثلا بیش فعالیتی دارن، بسیار شوخ و نارام هستن، یا منتال ریتاردیشن دارن، یا تأخر عقلی دارن، ذهنش بیعقلک هستن، یا مشکلات مثلا آتیزم دارن، یک اختلال است، کودک خود مصروف است، چشم به چشم نمیشه، هیچ رابطه را یاد نمیگیره، همین غرق خود میباشه. خلاصه یکی اختلالات دوره کودکی است که اگه شما لازم دیدین یک برنامه را میشم بخیر در مورد از اینا گپ بزنیم و با سر راه. دومین فصلی که کتاب DSM-5 TR میگیره اختلالات اسکیزوفرنیا، طیف اسکیزوفرنیا و اختلالات سایکوتیک دیساردر برش میگه. جنون، دیوانگی در اینجا شامل است که در اینجا شخص گپایی میشنوه که نیست، چیزی را میبینه که نیست، فکرش قطعا کار نمیکنه، گپای بسیار بی‌نظم میزنه، به سر خود رسیده نمیتونه، که باز در خود فصل شیخ خواستین باز صحبت میکنیم، مثلا هالوسینیشن پیدا میکنه، دیلوژن میگه بر من کمره ماندن، در وجودم چپ جای به جای کرده، تو کسایی دندانای خودش شکستانده میره، خودش سنگ میگیره میزنه دنال بند میکنه میگه دی چپ مانده امریکا، مرا FBI تعقیب میکنه، مرا از مریخ کنترل میکنن، اوه چه قدم مهم بوده و امثال بله گپا با وجود میاد. اینی که انواع مختلف خود داره. سومین فصل دپرشن دیساردر است، یا مود دیساردر. فصل سوم ببخشید مانیا را گرفته، سابق که دپرشن یک جای بود، آلی مانیا را جدا گرفته، یا بایپولر. بایپولر چی مونه؟ دو قطبی، منیک دپرشن هم برش میگیم، یعنی شخص یک دفعه اویست، در اسپان بسته نمیشه، خو کم داره، گپای کلان میزنه، پول مثل کا مصرف میکنه، خود آدم بسیار بزرگ فکر میکنه، لباسای بسیار شوخ میپوشه، پروژه‌های بسیار کلان شروع میکنه، اما یک دفعه میادم چنان یک افسرده و غمگین که دلش از کل زندگی اینا تو حرکت میکنه، مثل آدم عادی حرکت نمیکنه، موج دار است، یک دفعه وایس، یک دفعه غرق، یک دفعه وای، یک دفعه غرق. این بایپولر میگه. فصل دیگه ببخشید سادی یادم آورد می حالت هوایی یادم کسایی است که تو پول برات مصرف میکنه، 10 تا گاو یک دفعه چپا میکنه، قربانی میکنه. و ما در معاینه خانم، در مشام خانم که رفیقا مذاق میکردیم، کل مریضای ما که میگه غمگین است، تنها اینو مینا بسیار مست است که می اول شروع میکنه خوشت میاد، خب باز زیاد گپ میزنه، خب تنگ میکنه، نوبت نمیده. باز میفتم لطفا اینا رو دوا نتین بانین که دمی فاز هستن، چقدر خوب فاز داره، اینا رو نافازشون شما خراب میکنین، اونا رو باز برعکس دوا میتیم که یک ذره پایین بیان برعکس. فصل دیگه فصل افسردگی است یا دپرشن دیساردر است که شخص خلقش گرفته، غمگین، جگرخون، گریان، دیگه افسردگی رو نامش دوستا میفهمن، میتونه یک بحث باشه. دیگه اختلالات اضطرابی یا انزایتی دیساردر است که شخص ورخطا، تشویشی، از آینده میترسه، بیقرار، نارام، ضربان قلبش زیاد، فکر میکنه یک حادثه بد واقع میشه. این یک فصل امراض روانی است. فصل دیگه امراض روانی به نام اختلالات وسواسی اجباری یاد میشه که ما شما در موردش صحبت داشتیم. اضطرابی رو یک کوتاه صحبت داشتیم. شخص تکرار میکنه، دست خود زیاد میشه، جان خود زیاد میشه، نماز بار تکرار میکنه، قلف چک میکنه،
خلاصه موی خودم میکنه، اینام در این شامل است. یا فکر میکنه قسمت بدنش بدرنگ است. این یک فصل است. فصل دیگه اختلالات تروما و استرس میگه. تروما یک زخم مانند ضربه مانند خود زخم روانی ده اینجا. یک حادثه سخت اکتیر کنیم، مثلا موتر ما تکر کنه زنده بانیم، یک آتش سوزی شود دیگه بمره ما زنده بانیم، یک انفجار شود دیگه، اینا را بنام یک مریضی به وجود میاد، PTSD میگه، پست تروماتیک استرس دیسوردر، وحشت بعد از حادثه. یک فصل امراض روانی است. فصل دیگه امراض روانی به نام اختلالات گسستگی یاد میشه. دیسوسییتیو دیسوردر برش میگه که شخص در اینجا این مریضی جالب است. شخص مثلا چند شخصیتی است، چند رقم شخصیت داره، بعضی قسمت های زندگی بیخی فراموشش میشه. تقریبا معادل جنزرگی ما و شماسی. شخص مثلا گپای میزنه خلاف لسانش، میگه ای بیخی گپای ایندی میزنه با اون چیزا در اینجا، یا از خانه میبره میره هیچ نمیفهمه کجا میره. این اختلالات گسستگی برش میگن. موضوع دیگه سوماتیک سیمپتوم برش میگه یا سوماتوفورم برش میگه، یا بعضا در اینجا مثلا مریضی اختلال تبدیلی، شخص روانش مشکل داره، امور جسمی میسازه. بعضیا میگه چشمش از دیدن مونده، چشمش جور تر میگن، زبانش از گپ زدن مونده، پایش از راه رفتن مونده، که میتونه به شکل سیارکی باشه، کلی از چیزا جور است، اما او فکر میکنه. در اینجا یک مریضی دیگه هم از بنام ملنگرنگ یا تمارض یاد میشه. شخص مریض نیست، خود مریض انداخته، به خاطری که یک خاص در خانه داره، او را برآوردن. و یک چیز دیگه هم دیگه است، فاکتیشیوس دیسوردر هم برش میگن که اختلال ساختگی است. شخص بر خود مریضی جور میکنه، داستانای علائم کل مریضی ها رو یاد میگیره، برات میگه جور تیار است، اما کل علائم مریضی رو میگه. حتی در خارج مثلا اینا رو لیست میکنه که آدم آمد بفهمینی مریض نیست، سوجه خود دیتابیس است. نه اینا خوش دارن که مثلا برن اکت مریض کنن. طیف دیگه که در امراض شامل است به نام اختلالات خورد و خوراک یاد میشه. فیدینگ اند ایتینگ دیسوردر برش میگه. مثلا یک مثال بر شما بدم، ما یک مریضی داریم به نام انورکسیا نروزا یاد میشه. بیشتری عصبی، شخص نمیخوره، معمولا در جواناست که اندامم خراب نشه، آنقدر پیش میرن که قاق استخوان میگردن. یا برعکس یک مریضی داریم بولیمیا نروزا میگه، پرخوری میکنه، مثل بولیمیا از نام یک گاو گرفته شده، یعنی مثل گاو خوردن است. یا یک مریضی دیگه داریم رمینیشن برش میگه، غذا را میخوره پس او را میاره میجوه، نشخوار کننده آواره، اختلال نشخوار برش میگه. خلاصه در خورد و خوراک شخص اختلال با وجود میاد. موضوع دیگه اختلالات دفعی یا الیمینیشن دیسوردر برش میگه که در کودکا مثلا شب ادراری دفع، مثلا انوریزس برش میگه که ادرار خود کنترل نمیکنه، انکوپریزس که مواد غایطی خود کنترل نمیکنه. این اختلالات شامل می باشه. اختلالات دیگه اختلالات خواب بیداری است که دیگه دوستا هم میفهمن. اسلیپ ویک دیسوردر برش میگه که خوابش نمیبره، انسومنیا داره، اول شاور چی میکنه خواب نمیبره، یا پاراسومنیا داره، در جریان خواب مشکل داره. خلاصه هر چیزی که در خواب مشکل باشه. اختلالات دیگه به نام اختلالات جنسی یا سکشوال دیسوردر یاد میشه که در اینجا مثلا زود انزالی شامل است، دیر انزالی، بعضیای چنزال نمیشه، یا عدم ارگازم زنا، اکثر خانم‌ها از رابطه جنسی لذت برده نمیتونن، یا رابطه جنسی دردناک میباشه، این در اینجا شامل است. اختلالات دیگه که از دیسفوریای جنسی برش میگه، یعنی از امی حالت جنسی خود شخص ناراضی است. مثلا زن است نمیخواد زن باشه، میخواد مرد باشه، یا مرد مثلا میبینی که حرکات زنانه نداره، تیپ زنانه نداره، یا این دو جنسیتی ها که هستن، یا هستن استاد یا نه، یا این مریضی است. مریضی است دیگه، خوی مریضی است. خب موضوع دیگه اختلال کنترل تکانه، اختلال سلوک و اختلال اخلالگرانه است که هم یک فصل خطرناک امراض است که شخص عصبانیت های بسیار شدید داره، تا جایی که مثلا شدیداً کسی را زخمی میکنه، کل چیزای خانه را مشکنانه. کنترل تکانه چی مانا؟ خود کنترل نمیتونه، ایمپلسیو دیسوردر برش میگه. مثلا کل ما شما یک چیز دل ما میخوایم و پیش روی خود گرفته میتونیم، نه؟ فرض مثال یک خوراک از در یک دکان خوب مثلا میوه خوبش از دلت میشه اما تو کنترل خود داری. کسایی که اختلال کنترل تکانه دارن خود گرفته نمیتونن. مثلا چند تا مشکل اینجاست. یکی ما پایرومانیا داریم. پایرومانیا آتش در میتن، از آتش در دادن خوششون میاد، یک جایی را در میتن، از دیدن آتش لذت میبرن.
کلپتومانیا داریم، دوزی، جنون دوزی. در یک دکان که میره یک چیز حتمی دوزی میکنه، حتی کارش دوزی میکنه، حتی بیرون اونو مندازه با یک کس دیگه میتونه یه دوزیش لذت میبره. مثلا تریکوتیلومانیا کالو رو در وسواس بردن که موی خود میکنه. خلاصه اینا پیشروی خود گرفته نمیتونه، حرکات خود کنترل نمیتونه. طیف دیگه امراض اختلالات اعتیادی یا ادیکتیو یا ادکشن دیساردر است که شخص معتاد است. سابستنس دیساردر را میگه که تقریبا 10 نوع مواد است، فرض مثال چرس است، الکل است، امفیتامین و متامفیتامین است، مواد آرام بخش است و امثال از اینا، که البته بعضی چیزهای دیگر هم بدون از این 10 ماده تا مواد اعتیادی داریم. بدون از این مثلا امروزه قمار هم شامل گامبلینگ یا قمار شامل اعتیاد است. وسایل الکترونیکی، بعضن اعتیادهای جنسی، اینا شامل است. یک فصل کلان کتاب دیسن 5 بر خود اختصاص داده که میشه یک روز در برنامه سرش گپ بزنیم که این بدبختی هایی که امروزه جوانا کتش درگیر است، مثلا تابلت که از جمله امفیتامین و متامفیتامین شیشه است، مشتقات شیشه داره. از اختلال دیگه به نام اختلالات عصبی شناختی یا نیروکوگنیتیو دیساردر یاد میشه که شناخت شخص خراب میشه. در اینجا مثلا ما دیمنشیا داریم، زوال عقل که برش میگفتن، در اثر خراب شدن مغز خود چملک میکنه، شخص دیگه حافظه‌اش خراب میشه. در مراحل پیشرفته اولادای خودت نمیشناسه و این مریضی خراب به خاطر است که احساس خراب میشه دیگه، کل چیز مرده دیگه. حتی مثلا اولاد 40 ساله خود نمیشناسه ولی امیر 10 سالگیش پرسان میکنه. در این خانه کس نمیه، خانه که 30 سال پیش داشت حافظه دورش تقریبا خوب میباشه، حافظه نو خراب میشه. مردار پرسان کرده میره چون او سابق دیده بود، حافظه سابقیش هست، نو خراب میشه. یا مثلا دلیروم، یک مریضی داریم که در اثر تغییرات جسمی شخص بیال میشه، شعور خود از دست میده. اینا در این اختلال شامل است. و اختلالات دیگه که بسیار اختلالات خطرناک از این فصل است به نام پارافیلیا یاد میشه، انحرافات جنسی که یک مریضی های خطرناک در این شامل است. مثلا کودک آزاری، مثلا حتی نکروفیلیا داریم، با مرده رابطه جنسی برقرار. یاد پاکستان شنیدیم استاد؟ متاسفانه یک مرد مرده ها را از طرف شب میکشید از قبر و با او رابطه جنسی برقرار میکرد، بعد از دوباره دفن میکردش تا بالاخره دستگیر شد و اعتراف کرد، گفت ما به 10 ها مرده را از قبر کشیدم. خب این مریضی استاد؟ بله بله. خودم جور اختلالات، بله اختلالات زیاد در اینجاست. فیتیشیزم، مثلا بعضی ها شما دیدین کت لباس ندیدین، خود مریضی هستم میشنین باز من در موردش صحبت، کت لباس جنس مخالف مثلا معاشقه میکنن. خلاصه چشم چرانی در اینجا از عورت نمایی است، عورت خود نمایش میده در جای عام. مالش به بدن دیگه، مثلا در سرویس ها، در موترهای بیروبار. این خلاصه این انحرافات جنسی است. یک فصل خراب کتاب است راستش. و اختلالات حرکتی است، مثلا پارکینسون شامل میشه در اثر دوا، البته چون پارکینسون خود یک مریضی نیرولوژی است. خلاصه فصل آخر هم دیگه چیزایی که دینمی فصلات طبقه بندی نشه، باز در یک فصل جداگانه این امراض مطالعه میکنیم. کلیات امراض روانی اینمی چیزا است، هر کدامش میتونه یک بحث باشه. بیخی درست است، کار ما را ساده ساخت. هر هفته یک بحث شخات کردیم، اما 22 فصل استاد کال تعریف کردین. برازی دوا استاد شما نسخه تجویز میکنین یا برشان میتین یا هم به گپ و به سخن کتشان میخواین که موضوع را حل کنین؟ والا بعضی از این مریضی ها خانقدر خطرناک است که شما البته نمیفهم. یک چیز دیگه هم گفتم نفتیم، اختلالات شخصیتی هم داریم، پرسونالیتی دیساردر داریم که 10 تا اختلال شخصیتی است. بعضی از اینا متاسفانه با تمام کوشش آدم خوب نتیجه گرفته نمیتونه، با وجود دوا، با وجود گپ، با وجود کل چیز. مثلا فرض مثال خودم اعتیاد یک موضوعی است که زیاد تداوی ناکام است، یک چند وقت شخص جور است باز برگشت میکنه، الهی که خود شخص میخواه یک دیگه. هم دوا هم روان درمانی، هر دوش ترکیب میکنیم و یک بحث در دنیای طبابت است، میگه با شناخت مغز آنقدر طبابت پیش خواهد رفت که برای هر چیز دیگه دوا باشه. شما فرض مثال بگوین من اضطراب دارم، مثل که امروز از دوا را بگی جور میشی، اینما شاید مثلا بگوی از جنسیت خود ناراضی هستم، بگوی این دوا را با خود جور میشی. هنوز که ما مثلا برای هر چیز دوای خوب نداریم، ناشناخته ترین پدیده
مغز انسان است. ولی فعلا روشی که ما استفاده میکنیم همون روان درمانی جمع دارو درمانی است. دیگه درمانای دیگه هم هست، مثلا بعضی ماشین آلات و مثلا برق دادن و گپا، ولی زیادتر روان درمانی و دارو درمانی رو یک جای استعمال میکنیم. باز هر کدام از اینا رو جدا جدا که فصلش بود باز سر روش های درمانش هم اشاره خواهد کردم که مثلا اینی 5 یا 10 نوع درمان بر از این طریقه. بسیار خوب استاد، تشکر. زنده باشین. دیگه حتما کدام حرف باقی نمانده چون 22 فصل بود و همش تشریح شد در اختلالات روانی. انشالله که بینندای ما عزیزای ما گرفته باشه تمام موارد و روز برسه که هیچ اختلال روانی پیش هیچ فرد از افغانستان نباشه. همگیم تو جور تیار خوش و خندان تایت و رایت زندگی خدا پیش ببرن. با چینل عقیق چی کنن؟ با چینل عقیق. مردم چینل جمشید رسام نه چینل خودت تک سابسکرایب کنه فکر کنه از من سابسکرایب چون من خوش میشم. خداوند شما رو با عزت داشته باشه. تشکر استاد جان، بخیر باشین، زنده باشین. تشکر از شما وطنداران. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.